نوزیران منتخبی میلیسیا شهر خوجند با گرفتن اخبارات اپراتیوی حالتی با معاملات برآوردن پول قلبکی را آشکار نمودند. مصادره $2200 قلبکی از دو ساکن شهر خوجند در نتیجه همکاری اهالی با میلیسیا به دست آمد. در نتیجه همکاری درست اهالی با نوزیران منتخبی میلیسیا در شهر خوجند یک حالتی با معاملات برآوردن دلار قلبکی پیشگیری و از گردش غیر قانونی $2200 ساخته‌کاری ایالات متحده آمریکا مصادره گردید. در جنایت مذکور شهروندان سالیف غفورجان غفرانویچ سال تولدش 1992 و سلیمانوف اسکندر عادل خوجایویچ سال تولدش 2000 ساکنان شهر خوجند گمانبر دانسته میشوند. پولهای ساخته‌کاری شده 22 عدد $100 واحد پولی ایالات متحده آمریکا بوده. حرکت‌های با معاملات برآوردن آن از جانب گمانبران مصلحت شده است. $2000 پول بود اکمانده. یک آدم شستری یا گفته و اکم مالی گفته یعنی اسکندر خوجی ما یافتم $2000 پول داد. بعد چی؟ بعد $100 به $10 این تو $90 نیما. گفته اکم گاز. تشخیص معین کرده است که 22 عدد کوپیورهای $100 از روی شکل، حجم و دیگر صفت با پول اصلی مانندی داشته باشد هم به رعایت طلبات تکنولوژی تیار و سنی میباشند. بغیر از گمان شده‌ها غفورجان سالیف و اسکندر سلیمانوف در پرونده جنایتی نامناسب نفری سیوم به حیث سرچشمه ذکر می شود. به من سالیف غفورجان زنگ زد، ابو بیا گفت، پیشش برفتم. سونی بعد با یک آدم با پسری امکش مرا شناس کرد. سالیف اینامجان بوده است. گفت که منانده میخواد دلاری قلبکی مای گفت 95%. گذران گفت و معاملات برار گفت $90 من به ته گفت $10 از آن خدا گفت. مایلش گفتم بعد سونی با معاملات برآوردیم ملیسا دستگیر کردن. چگونه پیدایش پولهای قلبکی در حدود ولایت سوخ هنوز معلوم نیست. واردات از خارجه یگانه فریضه موردی کارکرد میباشد. با اطلاع تفتیشات فرق کردن پولهای قلبکی از دلار اصلی به هر کس میسر نمیشود. این است که گمانبرشده‌ها یک مرتبه در حدود شهر خوجند $300 قلبکی رو عوض نموده هنگام کوشش نوبتی دستگیر میشوند. کاغذهای کوپیور $100 ایمه قلبکی از روی نمود نسبت به کوپیور اصلی تنک‌تر بوده در حالت قطع کردن در حال شکسته می شود. من بعد از روی شکل نوشتجات 100 که با پولگی نوشته شده یک رنگ بوده رنگ آن تغییر نمی بود و در کوپیور اصلی باشد رنگ 100 که رقم 100 که در کوپیور $100 ایمه از طرف راست از پایان درج شده است آن با کلی فرق می کرده. کوپیور اصلی در شکل توپ دادن خواست گرد آوردن کوپیور مذکور رنگ آن تغییر می‌دهد اما در قلبکی باشد رنگ آن تغییر نمی‌یابد یک رنگ سبز می‌ایستد. طور بالاتر قید نمودیم آشکار شدن جنایت مذکور نتیجه همکاری نوزیران منطقوی میلیسیا با اهالی است که توانست منفعت‌های اقتصادی دولت و هم شهروندان را حفظ نماید. از روی این حادثه پرونده جنایتی با ماده 281 کودکس جنایتی آغاز گردیده مقامات میلیسیا شهروندان را هشدار می‌دهد که اسعار خارجی را از بانک‌ها دسترس یا در نقطه‌های مخصوص مبادله‌ای عوض نمایند.